ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори ҳаштумро аз рӯи достони нависанда Шераки Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. Шераки Ориён. ишқи осону мушкил. ишқномаи Саттор Баҳман. برای آن که دیگر نزد این طبیب نروم، زنک خاندان به زنهای کلان شونده همنشینش ذکر میکرد. طبیبی یافته این مردک را ندیده؟ گویا مینوشی آمده. این خیل طبیب عیب و درد مرد از کجا دریابده؟ تگدار میخندید تا دوگانه هاش به ذوق وی شریک بشوند. سخنش بی تأثیر نمیماند به زنها، به خودی کلان شونده ها همچنین اثر میکرد. چنان مست پیشد که به زور به پایش برفته میافزود دایری طبیب زوجه من. برای چه آمدنش را فراموش کرده تأکید میساخت. جای این خیل آدمان دکترخانه هم نیست. در کشورهای دیگر چنینش می بود میراندند. طرز حرف میزد که گویا در کشورهای عظیم عالم بارها بوده و این مسئله را مخصوص آموخته طرز زندگی آنجا را صحیح بداند. به حال طبیب پروفسور که وابسته‌اش میان کلانها عقاید شبهه آمیز پدید می آمد دلم تا حد می سوخت. آخر تا آمدش به خانه ما هوشیار و بیدار و حساس و زیرک دیده بودمش. اما چی شد که تغییر خورد در خاندان ما؟ پکر گردید، بعد دست به مینوشی بزد. نزد طبیب پروفسور رفته بودم. از چی باشد؟ بلکه کدام اندیشه و اختلافی باطینم میکشیده مرا اینجا. درست که من بعضن از حد زیاد میگیرم، قائل آمد خود وی. مست هم میشوم که جای از همه سستی هم همین. اما وابسته کسب خود یگان مراتب هوشیاری را از دست ندادم. همه چی را دقیق و صحیح به اجرا رسانیدن میخواستم. مدام خاموش مانده بود ولی بعد ادامه بداد. برای آن در خاندان شما مست شدم که دانستم فرزند به دنیا نآید. به دنیا نآید بهر شما. حیرت زده بودم از شنیدن این سخن. پس عیب در زوجه من باشد. اما همسری مرا معاینه نکرده بوده این طبیب. پس جرم دارم خود من؟ یا این گفتهاش از سر خمار می و آشفتگی سرش باشد که چند روز پیش مرا بی نقص اعلان نمودم؟ پس در حقیقت میزده گذرا شمریده می شود. خلاص در بها دادن نسبت وی خطا نکرده زوجه من. طبیب پروفسور به اندیشه خودش فرو رفت. از آن بیرون آمده نمی توانست. خاصتاً بعد آن که از میز کاریش شیشه‌ای برآورد، به قدحی از این پر کرده برداشت، خورد بکشید. خود را به چی آواره کرده گشتم؟ فکر می کردم حالیا که بیرون بشدم از اینجا. هرچی که شده و نشده به حالت آرامی پیشین برگشتن نمی توانستم و سؤال هستیم را می کافت. حیات عائلوی ما چطور ادامه دیگر بگیرد؟ یعنی بی فرزند چطور ادامه می یابد من بعد؟ هنوز می خواستم فرزند آورده باشد همسرم، چه خیلی که مبارک آورده برای شوهر خودش و 3 تا آورده. پس چرا که زوجه من 1 تا هم آورده نتواند؟ علاقدگی من فزون می گشت و معنی داشت. غرغرم زیاد شده. زوجم از این دریافت که نزد آن طبیب رفتم و کینش فزود از این باعث.
کدام یک میزده را دریافتی و از همان تکیهگاه جستنی؟ این را به زنی کلان شونده ها نیز ذکر میکرد و بی اثر نمی رفت گفتهاش، زیرا به وسیله زنها می رسید این گپها به گوش شوهر اونها، یعنی کلان شونده های ملک و مکان. عموما بیمارخانه را تازه کردن لازم از چنین کسا. عقیده به میان می پرتافت زوجه من. کلان شونده ها و زوجه آنها می افزوده. ما خفه که یک عائله آرام و زندگی شیرینی جفتی آشنا را ناآرام کرده طبیبی میزده. البته واهمه می کرده، ولی زنم به آتش آنها روغن می ریخت. این خیل دکترهای دور کردن لازم از ساحه طب کشور. کلان شونده و زوجه آنها درست گفته کله می جنبانده. تصدیق این نفران قدرت و توان و نفوذ و اثر داشت در این شهرستان و این مکان. دیگر نزد طبیب آشنا نمی رفتم که زوجم از افزای و حالت روحانی من خواه و ناخواه از این آگاه بگردد. بعداً خجالت می کشیدم برای روبرو زدن به این طبیب و چشم وی نگریستن که در غیبش گرد وی تاره های خطربار می تنیده زوجه من با مدد شناسهاش. عجیبش که طبیب زنگ زده بود روزه به اداره مجله، یعنی اداره که من سرورش بودم. باره با یک حاجت آمده بودید کارگاهی من. ابراز داشت حالا من رفتنی کارگاه شما برای حاجتی. حیران بودم همانا. یا شما تشویش نکشید و من روم نزدتان آداب کردنی شدم. اصلا حاجت من برود جای ضرور آمد. سخنی طبیب بود. یا پول طلب می کند برای خدمت‌های نیم کاله مانده‌اش، یا نوشیدنی باز چند شیشه باده را در دفتری کاری من. با وجود این 2 شیشه تیار کرده ماندم که خود نمیدانم برای چی بود. طبیب بعد آمدن خاموش نشست طولانی. سپس لب برکشاده بود. فقط اندک می نوشیم و بعد می گذاریم به چیزهای اساسی. من شیشه ها را روی میز گذاشتم. وقتهای آخر نسبت من فشار زیاد می شود. اظهار داشت بعد چند قدح نوشیدن. مرا تن کرده از کافدره بیرون پرتافتنی. نه تنها دختورم بلکه مدیری کافدره دانشگاه طب. بعد افزوده اصلا این اهمیت هم نداشت و که ها چنین کردنی نسبت شما. دست و پنجه های پرقوت و توانا که گویا نیستند ولی وجود دارند، چنان که در تئاتر لختک زاچه ها را کسانی بازی دارند که به چشم نرسند. از شراب تلخ جرعه نوشیده بود و ادامه داد. اصلا روزهایی که فشار به من زیاد می شد کتاب‌های شما را مطالعه می کردم. کتاب‌هایی که روز اولی نزد من آمدن هدیه آورده بودید. ثانی از کتاب اول تا آخری شما را دریافتم از کتابخانه یا از دست بعضی عاشقان ادبیات. مطالعه بکردم. راستی گرانها را نمی خواندم، نمی آمدم نزدتان، زیرا فشار آنقدر اهمیت نداشت. با آنها عادت کردم که بارها آمده به سرم. باز جرعه می دم کشیده بود. برمی گردیم به اثرهای شما. بیافزود وی. یعنی آغاز ایجادتان امیدوار کننده بود. یعنی نوشته های اوله. دل گرمی پر احساس و پر امید، حتی پر محبت احساس می شود از درون آنها. بلکه محیط و افکار پاکیزه هم که آن ایام شما را فراگیر بوده است. خاموش بمان.
بلکه باقی مانده باده شیشه را به پیاله ریخته بیاشامید. بله، محیط و افکار پاکیزه که آن ایام شما را فراگیر بود احساس می شود در نوشته های اول، ولی بعداً چیزی دیگر شده وابسته ایجاد شما، بلکه به آن کدام غبار آلوده گردیده. ببخشید که شاید برای گفتن این حقوق نداشتم یا شاید خطا کرده باشم. آخر شما را، حیات شما را از نزدیک نمی دانستم تا چند مدت پیش. بعد خسته بود، گویا پایهاش تنش را به زور می برد که کلاویش می خورد. حیران می شدم که اصلاً برای چی آمده بود که باز عملی ظاهر نکرده بلکه نتیجه نگرفته و رفته. مگر برای گفتن این آمده که نوشته های نخست من امیدوار کننده بود، بوی استعداد و آینده پرجلا احساس می گشته از مغز آنها، یا برای تأکید آن آمده که دست ناعیان فشارش می دهد؟ یعنی تا دمی که پروفسور در مسائل فرزنددار نشدن عائله من، یعنی عیب و علت نداشتن مرا اثبات نکرده، فشار آوری نشده به سرش. با وجود این زوجم را من کرده بودم در بزم و نشست با همنشینان خود گیله و شبهه خود را خاتمه بدهد، وابسته طبیب و بدگویی نکند، هرچند خودی من تا آخر نمی دانستم پروفسور چه شخصیت باشد، در وی چی نهان مانده. زوجم سرخ و سفید می گردید از پیشنهاد من، یعنی اون طبیب باز نزدی تو آمده بود. خلاصه کرد چنین، به جای پاسخ در دادن برآمده بودم کوچه. شاید می خواستم مبارک را ببینم از دوری ها و فرزندان گیردی ورا هم نظاره بکنم. از این آرامی و تسکین دریافتنی بودم، سهل و سهل. بعد آن شاید به خلاصه درست رسیدن امکان بگردد. از میان مدت‌های طولانی گذشت تا طبیب به من زنگ زده بود از نو. البته به جای کارم زنگ زده. باز نزدتان بروم زید نیستید؟ شنیده شد آوازش. برای آمدن من مخصوص تیاری نبینید، چیزی لازم نیست غیر یک دو شیشه عرق تلخ که به هستی و مغز سر تأثیر رسانده تواند. اصلا از این دکتر گریختن میخواستم، ولی از چی باشد ماندم باز در جای کارم. آمده بود و بعد این مدت نشستن شراب می آشامید. کارها خوب شد؟ تاب نآورده پرسیدم نهایت. بعداً بیافزود، ولی برای آنها باز زم کرده بود. آنها دست بالا شده. نفسش را راست کرده علاوه نمود. من دیگر مدیر کافدرا نیستم. از کار راندن، بلکه چند روز پیشتر بود. شما نمیدانستید؟ براستی؟ حیران می ایستادم هنوز. یعنی چند روز پیش راندند و آمده اکنون برای شکوه. به زن خاندانم تأکید کرده بودم که دیگر بینی نخلاند به چنین کارها. اون زنک بعد افاده این عباره خاموش مانده بود، بلکه باز تاب نآورد و کفید. شما اون زنک را پوره نمی شناسید تا هنوز. سالها با وی یک جای زندگی کردم و تعجب ظاهر نمودم. آدمانی هستند که پهلوشان 10 ساله می ایستی، ولی ندانی اصل و ریشه اونها از کجا منشأ گرفته. ندانی پسی خود چه گرداب نهان دارند که هر لحظه تو را آنجا انداخته غرقه کرده توانند. بعدی از کار رانده شدن به چنین خلاصه رسیدید؟ سوال داده بودم بناگاه. جای کار اساسی نباشد، خاصه با کسب و پیشه‌ای که دارم. دکتر در همه جای عالم ضرور،
زیرا همه جا که آدم باشد بیماری هست. از این باعث نیازمندی پیدا شود به طبیب، خاصتاً طبیبی تجربه دار. ولی بیرون پرتافتن آزادگان بیشتر رسم شده وقتهای اخیر در ملک ما. بعد تأمل افزوده بود. در اصل برای اظهار این و یا لابه و شکوه نآمدم، بلکه آمده برای آن که در چند روز اخیر اثرهای شما را بار دیگر ورق گرداندم، بار دیگر نظر دواندم. خواستم به عمق آنها برسم. از هر کتاب به قعر استعداد و سرنوشت ایجادگرش فرو رفتن، صرفم رفتن یک کسلی شده کیها برای من. مثل زیاد نوشیدن. قصه کوتاه مرا آورده کتاب‌های شما. این را دفعه گذشته گفته بودید. ولی زندگی دوام دارد. برای ادامه آن را تأمین کردن بعضی چیزهای گذشته را به اعتبار گرفتن هم ضرور می شود. محض کدام چیزهای گذشته را در نظر داشته غیر کتاب‌های اولی من؟ در این باره اندیشه داشتم. یا گذشته حیات خودش را در نظر دارد؟ انا در گذشته شما از مضافات دور آمده بودید شهرستان، همطوری؟ من باشم در همین شهرستان چشم به عالمی هستی کشادم. اینجا قامت کشیدم. دانشگاه طب را نیز اینجا ختم نمودم. بعد همین راه گرفتم جانب مضافات. سببش آن که به نظر خودم تجربه‌ام کفایت نمی کرد در بیمارستان مرکز کار و فعالیت کردن، هرچند دانشگاه طب را با بهای اعلا و دیپلم سرخ ختم نموده دانشجوی آینده‌دار به شمار می رفتم. از این باعث در خود دانشگاه ماندن می خواستند مرا. ولی از روی خصلت و یکروی خواستم که هنوز حقوق معنوی ندارم در پایتخت به کار مانده باشم برفتم. بلکه در دلم میلی بود در کناره های دوردست کار و فعالیت داشته باشم. گمان داشتم حیات آنجا تازه و پاکیزه تر نسبت شهرستانی پرپیچ عظیم و نسبت آدمانی پیچیده خصلت اینجاها. بازنیت داشتم با چند ذره دانشم و جدل همه طرفه زندگی کدام یک مضافات کنار و دور را ذره صفای و معنی تازه ببخشم. خود نیز از آنجا صفای و آرامی دریافته توانم. یعنی رمانتیکم بالا بود. میخواستم حتی تا آخر زندگی در این کنار عالم بمانم که آرام و فراغت بار به نظر برسد. همچنین میخواستم روزی در قبرستان آرام و آسوده آنجا به خواب آرام بروم. زیرا دکتر از دیگران بیشتر داند که عاقبت زندگی مردن و فنا یافتن باشد. بلکه علیه مرگ بی‌ضابطه‌گر آرام و آسوده زیستن میخواستم در گوشه های آرام بخش دنیا. چنین میخواستم تا آخر زندگیم. جرعه نوشیده بود باز و پسان ادامه داده. البته شما گمان دارید هر یک حاجتمند سیرگپی ظاهر بکند تا حق بودن خود را اثبات بسازد و دلسوزی و هماوازی شنونده را بیدار بنماید. اما سرگذشتی که می آورم نه برای آن باشد که خواهشی به کافدره دانشگاه به کار برگشتن دارم. با آن مضافات دوردست هم بر نگردم که زمان زندگی به سر می بردم. یعنی مضافات آرام که روزگار من جاری بود، آرام و فراغت بار جاری بود میان کوهستان آسوده، کوهدامنهای معجزه بار، دره‌های پرفسانه، دربر چشمسار روان، باغات پرنعمت. در اون مضافاتی که نه پست بیرود متخصص
نه بلند ببراید. حدی یگانه است اکثر در مضافات و دهستان دوردست. ادامه داده بود به این منوال: در میان ساحل‌های آرام زندگی آنجا حیات من تا دمی آرام جریان گرفت که یکی از راهبرانی بلند مقام نزدش بخواند. اظهار نمود: مسئله چگیل سر زده و خدمت تو ضرور شده. حتی وعده داد به عوضش خدمت بکنم برایت. نهایت شرحش به گوشم برسید. یک دخترک در قدش فرزند پیدا کرده، همان حامله را افتاندن ضرور. بعداً افزوده: آن دختر معشوقه یکی از شناسهای من که التماس کرده و مدد پرسیده. جمله آخر را کاواک و نااستوار ذکر نمود و از این دریافتم معشوقه خودش باشد، یعنی معشوقه راهبری اساسی منطقه. اما برای پزشک آن طرف مسئله مهم که به نیازمند چه حد دست یاری دراز کرده تواند. خلاص دخترک را معاینه نموده به خلاصه رسیدم که برای اسقاط حمل دیر شده، یعنی حامله را افتاندن زیانی جسمانی بیاورد برایش، بچه‌دانی و را ناشایم گرداند به تولیدهای آیند. برای همین به راهبری عظیم منطقه اظهار داشتم: افسوس، در این مسئله مدد رسانده نمیتوانم. از شنیدن این خبر افزای راهبر دیگرگونه بشد، بعد زور زده به زبان بیاورد. یک بار التماس کردیم و همین را هم به اجرا رساندن نخواستیم. برای چنین مدد زوری طبیب نرسد. فهماندن میخواستم به وی. سختش رسیده بود، زیرا طفل در بطن بانو بماند سیری خودش آشکار میگردید و برای راهبری مسئول معشوقه داشتن، خاصه در بالای زنش و فرزندانش و به ضمن این از وی فرزند یافتن گران می افتاد. آن سال و زمان که نه تنها شرمسار می گشت میانی مردم، بلکه از کارش برکنار گشتنش احتمال داشت، یعنی از تأثیر مرکز. چون که آن سالها راهبر باید پیش از همه نمونه می شد در عائله داری و حیات بانوان دیگر را نشکستن، زیرا هر دور و زمان از یگان جهت طلبات و تقاضای سخت خود را داشته. آن راهبر که به من مراجعه کرده هیچ نمیخواست سیرش دایری معشوقه و فرزند بطن وی آشکار شود، خاصتاً به مرکز برسد، باعثی گپ و گپچه و ماجرا بگردد، موجبی از وظیفه و مرتبه برکنار گشتنش بشود. ولی از جهت دیگر من همچون طبیب به طفل شکل گرفته بطن، یعنی جسم زنده و مادری جوانی وی مگر زیان رسانده می توانستم؟ حقوق داشتم مگر؟ هرچند با جوان زن از نزدیک شناس نبودم، ولی از روی انصاف آدمی و تقاضای کسب پزشکی و از اندیشه‌ای که نزد خداوند برای اسقاط ناجایه و نابود کردن طفل شکل گرفته جواب گفتنش لازم، از این عمل خودداری بکردم. اصلاً به حرمت آینده آن جوان بانو چنین میکردم و خود وی از من نارضا بود، کچ کچ جانبم نظر می آورد، حالان که زندگی آینده ورا سوزانیدن نمی خواستم، یعنی آینده هم فرزند آور ماندنش را و مادر شدنش را زیر دل تمنا داشتم. حکایت طبیب را سمع کردم و از دل می گذرانیدم. این همه به فرزند نداشتن عائله ما چه دخل دارد؟ معشوقه کدام راهبر را به عائله ما چه مناسبت؟ این طبیب که برای فرزند آور شدن عائله ما مدد رساندن نتوانسته، با حکایت حق برآوردنی شاید خود را
ولی سخنی ورا بریده نتوانسته بودم که سببش را ندانم. شاید خواسته بودم ادامه سرگذشت که طبیب به زبان آورده تا آخر سم کنم، بعد در اساسش چیز ایجاد کردن شاید میسر بشود. یعنی عادتی سرگذشت و حکایت را شنیده توانستن ادیب مرا واداشته بود سخنی او را قطع نسازم. از تقاضای کسب ایجادگری گاه به بعض چیز دقت خاص بدهی و توجه ظاهر بسازی، یا گفتهش به حیات من و خاص زوجه من دخل دارد که گوش و هوش شده بودم. شما گفتاری هشتم رو از روی داستانی نویسنده شیرکی آریان عشق آسان و مشکل در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجاєв. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.